خب اخبار یک هفته گذشته رو هم شنیدیم و متاسفانه باید بگیم طبق معمول هر هفته شاهد و شنونده اخبار ناگوار از بلوچستان هستیم. اخباری که هر کدومش برای یه تراژدی بسیار تلخی رو در پی داشته و داره. با امیدوارم روزی برسه که ما اخبار خوب هم از بلوچستان بشنویم، اخباری که تو هم باشه با صلح و آشتی و اشتغال و رونق و آبادانی و کسی دیگه به هر حال کشته نشه. حالا یک اخبار تلخ از اون کودک، اخبار تلختر همین کودک ایران شهری یوسف شولیبر که در هفته‌های آینده در رابطه منتظریم ببینیم حالا عدالت جمهوری اسلامی چگونه اجرا خواهد شد در رابطه با قاتلان این طفل. حالا برمیگردیم به موضوع اصلی خودمون، بحث سوختبران. در خدمت جناب آقای معین ارجمند هستیم، سردبیر و مدیر کمپین فعالین حقوق بشر بلوچستان. جناب معین عزیز، خوش آمدی به برنامه خودت. اخبار رو شنیدید، اخبار حکایت از اوضاع و احوال ناگواری در بلوچستان میده و میبینید حداقل 10-15 نفر فقط خبر قتل ما شنیدیم، خبر مرگ شنیدیم که به صورت غیر طبیعی کشته شدن. میخوایم اول در رابطه با این اخبار یه نظری بدید، بعد برگردیم به موضوع اصلیمون. سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای سوری و تمام بینندگان شبکه کلمه. اونطوری که در اخبار مشاهده کردیم، در واقع اخباری که بسیار ناگوار و در واقع یک تبعیض سیستماتیک و یک سرکوب سیستماتیک هستش. در کنار اون و مهمتر از اون که ریشه تمام مشکلات در بلوچستان هستش، حق در واقع تحمیلی هستش که جمهوری اسلامی در بلوچستان حاکم کرده و مردم رو مجبور به کارهایی کرده که باعث شده مردم احساس ناامنی کنند و یک وضعیت و جو ناامنی در بلوچستان شکل بگیره. از سوختگرانی که در تصادفات جاده‌ای و با تیراندازی نیروهای نظامی کشته میشوند یا مجروح میشوند و سرقت‌های مسلحانه افراد مسلح و تیراندازی‌های مرگباری که توسط خود نیروهای نظامی علیه شهروندان بلوچ و به سوی اونها انجام میشه، در واقع تراژدی‌های تلخی هستند که هر روز شاهد اونها هستیم و متاسفانه روز به روز در حال افزایش هستند. و همونطور هم که در رابطه با موضوع برنامه که در رابطه با سوختگری اعلام کرده بودیم، متاسفانه در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بسیاری از سوختگران و بسیاری از مردم که حتی سوختگر هم نبودن در جاده‌های بلوچستان در تصادفات جاده‌ای و یا تیراندازی‌های نیروهای نظامی و تعقیب و گریزهایی که توسط نیروهای نظامی انجام شده، بسیاری از شهروندان و سوختگران کشته و مجروح شدند که در واقع بیشترین کشته ها در یک حادثه رانندگی در محور رمش به قلعه‌گنج بود که 14 تن زنده در آتش سوختن و جان خودشون رو از دست دادن. اما اگر بخوایم در رابطه با این موضوع و چالش هایی که وجود داره صحبت کنیم و در واقع یک کمپینی که علیه سوختگران در حال اجرای برنامه و انتشار ویدیوهای علیه سوختگران هستند و یک در واقع برنامه منفی و سوی علیه سوختگران راه اندازی کردن بخوایم بیشتر صحبت کنیم، که رسانه‌های حکومتی در روزهای اخیر با شدت بیشتری علیه سوختگران جبهه گرفتن و حتی به اونا حمله میکنن و گزارش و ویدیوهایی منتشر میکنن در فضای مجازی که در اون سوختگران رو مقصر اصلی تصادفات و ناامنی‌های جاده‌ای و بی‌نظمی معرفی میکنن. یعنی طوری معرفی میکنن که گویی تمام مشکلات در جاده‌های بلوچستان، تصادفات جاده‌ای و مرگ و میرهایی که در جاده‌های بلوچستان رخ میده توسط همین سوختگران هستش. و این فضای رسانه‌ای که کاملا از سوی خود حکومت جمهوری اسلامی در حال هدایت شدن هستش، تلاش داره که یک معضل کاملا اقتصادی و اجتماعی رو به یک مسئله امنیتی و مجرمانه تبدیل کنه، در حالی که واقعیت میدانی چیز دیگری رو نشون میده و ما هر روز شاهد اون هستیم. سوختگری خب در بلوچستان، در شرق هرمزگان یا جنوب کرمان یک انتخاب آزاد نیستش که ما بگیم شهروندان یا جوانان به صورت
آزاد و به صورت سلیقه‌ای و جذاب اونو دنبال میکنن، بلکه نتیجه مستقیم فقری هستش که توسط جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده. تبعیض و نبود فرصت‌های اقتصادی هستش که جمهوری اسلامی اونا از شهروندان بلوچ و مناطق بلوچ نشین گرفته. جوانان و حتی مردان میانسالی که در این مناطق در واقع ذبح شد به این کار پرخطر روی می آورند، نه کارخانه‌ای برای کار دارند و نه زمینی که قابل کشت باشه و نه فرصت استخدام در ارگان‌های دولتی رو دارند و سال‌هاست که مردم این منطقه از نظر توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و امکانات رفاهی در پایین‌ترین رتبه‌های کشور قرار دارند، طبق اون آمار حکومتی که خود جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه. و در چنین شرایطی خب بسیاری از مردم تنها یک گزینه برای زنده موندن دارند و اونم حمل سوخت با خودروهایی هستش که هر روز جان اونها رو تهدید میکنه و شاهد مرگ و میر اونها هستیم، آنم در جاده‌هایی که هر لحظه احتمال مرگ اونها وجود داره. اما خب موج تبلیغاتی که اخیراً توسط حکومت هدایت شده و راه اندازی شده، به جای در واقع روشن کردن این واقعیت‌ها تلاش میکنه سوختبران رو مشکل اساسی و اصلی در واقع در منطقه معرفی بکنه که این تکنیک خب رسانه‌ای بارها در کشور تکرار شده که از کردستان بخوایم به اشاره کنیم، از پولبران کردستان تا مهاجرانی که توسط جمهوری اسلامی همچنان در حال اخراج شدن هستند، از معترضان خیابانی تا گروه‌های اقلیتی که حکومت ابتدا یک پدیده رو مثل همین کاری که الان داره انجام میده در حال بزرگنمایی علیه سوختبران هستش، تبلیغات سویی که علیه سوختبران انجام میده در حال بزرگنمایی این پدیده هستش که بعد اون خب کارهای برنامه‌های بعدی خودش رو جلو ببره و اونو به عنوان یک در واقع قشر سوختبر رو به عنوان یک قشر خطرناک جلوه بده و در نهایت برخورد امنیتی با اونها رو طبیعی و ضروری و بدون از در واقع هیچ گونه بهانه‌ای معرفی بکنه. امروز هم همین پروژه علیه سوختبران هم در حال اجراست و سهم سوختبران هم از تصادفات جاده‌ای اگر نگاه کنیم، خب عمده تصادفات در بلوچستان ناشی از جاده‌های غیر استاندارد هستش. حالا در رابطه با این غیر استاندارد بودن جاده‌ها به اضافه اون کاری که در روزهای اخیر توسط در واقع نماینده های افغانستان به ایران آمدند و با استقبال استاندار بلوچستان مواجه شدن، در واقع قصد دارند که ترانزیت هایی از بندر چابهار به سمت مرز میلک و اون طرفا انجام بشه و در واقع اقتصاد صادراتی که انجام میشه به سمت افغانستان خب طبیعتا جاده های ناایمن بلوچستان و غیر استاندارد بلوچستان از همین مسیر عبور میکنند و در واقع یک شلوغی و یک خطر بسیار بزرگی هستش برای آینده این جاده ها که میتونه باعث افزایش تصادفات جاده‌ای با ترانزیت کالا و در واقع تردد کامیون های کشنده باعث تصادفات جاده‌ای بیشتری بشه. و همچنین خب جاده های بلوچستان نه تنها دو بانده نیستن، حتی یک بانده هستن و از باریک بودن اونها هم که همه ما شما اطلاع داریم و تردد این سنگین این خودروهای کامیون و ضعف نظارت در راهنمایی و رانندگی هم باعث تشدید شدن در واقع این تصادفات خواهد شد. با این حال هر حادثه مربوط به سوختبران به دلیل تعقیب و گریز، فرسودگی خودرو یا نبود علائم ایمنی خب به صورت رسانه‌ای هم میشه و سپس همین حادثه تبدیل به ابزار فشار علیه کل جامعه بلوچ میشه که همین کاری که انجام میشه و مقصرسازی فقرا ساده ترین راه برای پنهانکاری ناکارآمدی مدیریتی هستش. و اگر بخوایم علاوه بر اون جو امنیتی که حاکم هستش و مسموم سازی فضایی که علیه سوختبران شکل گرفته، در واقع جمهوری اسلامی قصد داره نه تنها اونا رو سرکوب بکنه بلکه مدیریت ناکارآمد خودش رو هم در واقع مقصر این ناکارآمدی رو سوختبران جلوه بده. و نکته مهم هم که باید اشاره بشه، بسیاری از تصادفات مرگبار سوختبران نه به دلیل خودشونه بلکه در نتیجه تعقیب و گریزهای نیروهای امنیتی هستش که رخ میده و بارها دیده شده که خودروهای سوختبر بدون اخطار و بدون هشدار هدف تیراندازی ماموران امنیتی قرار میگیرند یا در مسیر محاصره شده و به دلیل فرار از درگیری دچار سانحه میشن و این واقعیت ها عمدن در روایت رسمی حذف میشن تا یه تصویر یک جانبه و مخدوش در رسانه های خودشون و در افکار عمومی ارائه بدن و ریشه اصلی این بحران در جایی
هستش که همونطور که قبلا اشاره شد فقر تحمیلی و ساختاری هستش. بلوچستان طی دهه‌ها از توسعه صنعتی محروم مونده و فرصت‌های اقتصادی گسترده منطقه از بندر چابهار تا سمت جاسک و اون طرفا هم بریم تا معادن و تجارت مرزی در اختیار نهادهای قدرت قرار گرفته و نه مردم بومی و سیاست‌های اقتصادی و امنیتی خب مردم محلی رو عملاً از مشارکت در اقتصاد رسمی کشور هم حذف کرده. در چنین وضعیتی سوخت‌بری تنها مسیری باقی مونده که شهروندان برای تامین معاش خانواده و فرزندان خودشون در واقع انتخاب کردن و خب در کنار این تبعیض اقتصادی خشونت سازمان یافته هم علیه سوخت‌بران یه تاریخ طولانی داره. یعنی این یه چیز جدید نیستش که ما الان به اون اشاره میکنیم. از کشتار سوخت‌بران در شمسر سرامان در اسفند 99 4 اسفند 99 تا ده‌ها مورد مرگ در جاده‌ها، سوزاندن خودروها در و تیراندازی‌های مستقیمی که رخ داده، همه این رخدادها خب برچسب برخورد با قاچاقچیان بوده و جمهوری اسلامی اونو توجیه کرده. اما حقیقت اینه که بیشتر قربانیان این حوادث جوانانی هستند که تنها راهشون در واقع برای نانآوری خانواده‌های خودشون بوده و انتخاب کردن و در واقع سوخت‌بران اگه شغل داشتن، توسعه واقعی وجود داشت، اگه فرصت‌های عادلانه فراهم می بود، خب مردم مناطق بلوچ‌نشین و مردم بلوچستان بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شدن، نه حاشیه امنیتی که امروز هیچ یک از این فجایع رخ نمیداد. و سوخت‌بری، بازم میگم، سوخت‌بری انتخاب نیست، نتیجه نبود انتخاب هستش و تا زمانی که این واقعیت نادیده گرفته بشه، هر موج رسانه‌ای جدید تنها عمق بی‌عدالتی رو بیشتر نشون میده. بسیار جمله کلیدی و اساسی رو فرمودید که سوخت‌بری انتخاب نیست بلکه یک انتخاب ناگزیره برای مردم بلوچستان. ببینید دوستان عزیزان، همین بخشی از همین سوخت‌بران که به نوعی دوچار سانحه میشن و حتی همونطور که ما به هر حال یک طرف هم نمیخوایم صحبت بکنیم، دیگران رو هم دوچار سانحه میکنن، بخشی از اینها هیچ فرصت شغلی چه در شرایط فعلی چه در آینده برایشون متصور نیست. به عنوان مثال، شما وقتی در یک استانی مانند بلوچستان و سیستان میاید نگاه میکنید که حدود 2/3 از جمعیتش، حالا بیشتر کمتر، عذر میخوام، 1/4 از جمعیتش تقریبا، یه حدود 500,000 نفرش فاقد اسناد هویتی هستن. یعنی اینها بلوچ هایی هستن که شناسنامه ندارن، فردا هیچ شانسی برای اشتغال، برای مالکیت، برای هر چیزی که شما فکرشو بکنید ندارن. خب اول اینکه شناسنامه اینا ندارن بماند، بعد اینها ریشه در این خاک دارن، خانواده دارن، باید از یک طریقی امرار معاش بکنن. چه راه حلی برای اینا وجود داره؟ حالا نکته بعدی که باز در فحوای صحبت‌های جناب ارجمند من ازش استنباط میکنم، ببینید حالا آمار رو ما از آقای ارجمند میگیریم که چه تعداد سوخت‌بر ما داریم در سطح استان که تردد میکنن، ولی به هر حال اون چیزی که هست تعدادشون کم نیست، تعداد بالایی هستن. به هر حال در تصاویر میبینید، گاهن خودشون ویدیوهایی رو منتشر میکنن از محل تجمع اینها که از یک گذرگاهی میخوان رد بشن و میبینیم که جمعیت انبوهی در این شغل به نوعی قرار گرفته. حالا بحث اینجاست که خود این سوخت رو اینا در ابتدا از کجا تعیین میکنن؟ چه کسانی پشت این مافیای بزرگ قرار گرفتن که قربانیانشون باید این جماعت باشن که امروز این گونه به هر حال کمپین را میندازن که اینها رو با اینا باید سرکوب بشه. بعدا میپردازی به راه حل ها. سوال من اینجاست جناب ارجمند عزیز، ببینید اولا این سوخت به نوعی باید از یک جای تهیه بشه. تهیه کنندگان این سوخت که دست سوختبر میرسه برای خروج از مرز، این از کجا نشأت میگیره؟ چه کسانی، چه مافیایی پشت این صحنه‌گردانی های بزرگ قرار گرفتن که امروز قربانیانشون بایستی مردم بلوچستان باشن؟ و در ثانی چه راهکاری وجود داره در کوتاه مدت برای اینکه به هر حال حالا یه ساماندهی بشن اینا؟
خب ببینید، من قبل اینکه صحبت هامو در رابطه با این موضوع ادامه بدم، میخواستم اینم اشاره بکنم که تصادفات جاده‌ای و مرگومیر سوختگران مختص به جاده های بلوچستان و مناطق بلوچ نشین هم نیستش. قبل اینکه من وارد برنامه بشم، متاسفانه یک گزارش آخری که من در کمپین پالین بلوچ منتشر کردم مربوط به یک لنج سوختگری بود در آبهای سیری که توسط نیروهای دریابانی مورد هدف قرار گرفته بود که دست کم 3 تن از سرنشینان این لنج توسط با تیراندازی نیروهای نظامی کشته شدند که یکی از اونا مستقیما مورد هدف تیراندازی از ناحیه سر قرار گرفته بود و 2 نفر دیگر هم به داخل دریا سقوط کرده بودند و مفقود شده بودند و طبق آخرین گزارشی که الان بهم رسید، خب در واقع یکی از مفقودی ها پیدا شده، یکی از مفقودی ها و تلاش ها برای در واقع یعنی به صورت زنده یا کشته شده؟ نه، پیکرش پیدا شده، متاسفانه فوت کردن. و 7 تن دیگر هم از سرنشینان این لنج توسط در واقع نیروهای دریابانی بازداشت شدن. و در واقع این نکته رو میخوام عرض کنم که خب مرگ و میر سوختگران و کشتار سوختگران مختص به جاده های بلوچستان نیستش که ما در واقع بیایم و علیه اونا جبهه بگیریم و خود نیروهای نظامی که عوامل اصلی کشتار و ناامنی های گسترده در بلوچستان و مناطق بلوچ نشین هستند در حال در واقع سرکوب سیستماتیک هستند، سرکوب سیستماتیکی که به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت انجام میشه. خب در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید و منشأ در واقع این سوخت ها، خب مسلما منشأ این سوخت ها توسط خود عوامل حکومت و توسط همون ارگان هایی انجام میشه که در واقع هدفشون تامین امنیت هستش، ولی متاسفانه به جای اینکه بیان این مشکل رو ریشه‌ای حل کنن و اشتغالزایی انجام بدن و این مشکل به صورت ریشه‌ای، همین چیزی که قاچاق عنوان میکنن، اینو از ریشه حل نمیکنن. در طرح رزاق، خب طرح رزاق طرحی بود که توسط خود جمهوری اسلامی در مرزهای بلوچستان و گذرهای مرزی اجرا شد، اما نتیجه اون در واقع یک فساد سیستماتیک بود که استاندار نظامی بلوچستان آقای محمد کرمی در واقع اختلاس‌های چندین 10 میلیاردی انجام داد و برای خودش و عوامل وابسته به خودش در مشهد ویلاهای آنچنانی و ساختمان‌هایی در واقع خریداری کرد و هواپیماهای اختصاصی خریداری کردن و همچنان در واقع این سود حاصل از این طرح رزاق همچنان در واقع افشاگری که انجام شد، ولی متاسفانه در رابطه با برخورد با این افراد و مقدار در واقع سودی که حاصل شده بود هیچ گونه اطلاع رسانی از جانب حکومت انجام نشد و شفافیتی صورت نگرفت. بله، بسیار بسیار عالی. در رابطه با آماری هم که در رابطه با آماری هم که از سوختگران بلوچ داریم، خب آماری که 5 ماه نخست سال 2025 میلادی رو ما جمع آوری کردیم که در طی 5 ماه 71 سوختگر با تیراندازی نیروهای نظامی و یا تصادفات جاده‌ای کشته و 53 نفر دیگه هم زخمی شدند که در این مدت خب این آمار فاجعه بار هستش و خب 52 سوختگر هم توسط نیروهای نظامی به بهانه قاچاق سوخت بازداشت شدند و همونطور هم که قبلا اشاره شد، خب این پدیده سوختگری در بلوچستان تنها یک مسئله قاچاق نیست، بلکه یک فقر سیستماتیک هستش که نه تنها در واقع جوانان و افراد میان سال، حتی در شامل در واقع کودکان هم میشه که شماری از این قربانیان خب کودکان بودن و کشته شدن کودکان در واقع نشون میده که سوختگری تنها یک شغل برای مردان جوان نیست، برای شهروندان یا افراد میان سال نیست، بلکه خانواده ها به شکل جمعی درگیر این بحران هستند و این در واقع عامل اصلی این بحران فقر تحمیلی هستش که خود جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده و مردم با این بحران روبرو هستند. آیا ارجمند، آیا ما آماری هم از تعداد افرادی که
به کار سوختوری روی آوردن در استان، آیا به صورت تخمین زده میشه چه تعدادی از افراد در این کار قرار گرفتن و در این شغل قرار گرفتن و به نوعی حالا شغل نیست دیگه، به هر حال کار پرخطریه هم برای خودشون هم برای دیگران، ولی چیزیه که از سر ناچاری به این کار روی آوردن. آیا ما آمار دقیقی داریم یا آمار تقریبی در این رابطه داریم؟ ببینید خب آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از مردم بلوچ به این کار پرخطر در واقع مشغول هستن نیست و طبق اون آمارهای حکومتی خب که در رابطه با معضل بیکاری، خب بیکاری خب سوختوران از نظر حکومت در واقع قاچاقچی هستن و شامل در واقع افرادی که دارای کار و شغل هستن نمیشن و معضل بیکاری در بلوچستان بالای 15% هستش طبق اون آمار حکومتی که در واقع تخمین زده شده. اما خب 10,000 نفر در بلوچستان به این کار در واقع کار سوختواری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشغول هستن، چون همه در واقع سوختوران، همه شهروندانی که بیکار هستن و اشتغال ندارن، خب همه مستقیما خودرو ندارن که با ماشین به مناطق مرزی برند یا سوخت جابجا بکنن، ولی بسیاری از در واقع این افراد خب کارگرانی هستند که اقدام به در واقع بارگیری سوخت میکنن یا تخلیه سوخت رو انجام میدن و به شکلی در واقع غیر مستقیم به این کار مشغول هستند. اما آمار دقیقی نمیشه در واقع تخمین زد یا اشاره کرد. یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه، خب کمپینی راه افتاده برای اینکه برخورد بکنن با اینها و اینها رو تحت عنوان قاچاقچیانی که جان همه رو به خطر میندازن. این گلایمندی و این انتقاد رو بنده بارها آقای ارجمند بیان کردم. سوختبر چه بار داره چه بار نداره، گاز میده، فقط با تمام سرعت تو جاده ها میتازه و فکر میکنه شوماخره دیگه، به هر حال نمیدونه که داره خودش هم به خطر میندازه، دیگران رو به خطر میندازه و به هر حال یک خانواده هایی رو سمت نابودی میکشونه. بایستی این رو خودشون مد نظر قرار بدن که این موضوع اگر به هر حال خطری اونا رو تهدید نمیکنه، بیان یه جوری خطر رو هم از خودشون هم از دیگران دور بکنن. حالا یه نکته دیگه که خیلی خیلی اینجا حائز اهمیت هست و بایستی به اون پرداخته بشه، امروز فرض کنید میخوان اینها رو سرکوب بکنن، عواقب این سرکوب چی میتونه باشه؟ حالا بگیم سرکوب چجوری، بیان آقا بگن از این به بعد حکم تیر میدن، آقا همونجور که دادن دیگه، این بار به صورت رسمیتر و علنیتر با پهباد و نمیدونم با امکانات نظامی که دارن آقا شروع کنن همه اینا رو بزدن. تبعات این چی میتونه برای استان باشه؟ و بعد ما بیایم اگر راهکار درستی بخوایم ارائه بدیم، چه راهکار درستی میتونه به نظر شما رهگشا باشه در این شرایط بحرانی؟ ببین همونطوری که شما اشاره کردید، خب در واقع به صورت تلویحی در واقع حکم تیر علیه سوختوران در مخصوصا در جنوب کرمان و شرق هرمزگان توسط مقامات قضایی مثلا درجه 1 جمهوری اسلامی داده شده و در رابطه با همین کمپینی که الان راه اندازی شده بسیاری از مقامات قضایی حتی از الان این رو میخوان رسما دیگه انجامش بدن، بگن آقا از اینجا به بعد پهبادم میاد، با پهبادم شور میزنیم، نمیدونم همونطور که مثلا با برخی از مثلا افراد مسلح برخورد میشه با شما همون برخوردو میکنیم. شما فرضو بریم. خب ببینید همین برخورد داره انجام میشه و خب تبعات خیلی بدی برای آینده منطقه حتی داره، چون شغل پایداری وجود نداره و مردم از روی ناچاری در حال در واقع این شغل رو انتخاب کردن و از روی اجبار هستش. ولی وقتی که حکومت در رابطه با اشتغالزایی و اون فقری که وجود داره هیچ گونه اقدامی انجام نمیده و به جای در واقع حل کردن ریشه این مشکل بیاد صورت مسئله رو پاک بکنه، مطمئنا خب ناامنی بیشتر میشه، درگیری ها و سرقت های مسلحانه، راهبندان و این چیزا خیلی بیشتر خواهند شد. اما خب حکومت اگر واقعا هم میخواد سوختواری رو متوقف کنه، خب راه مثال هاست که مثلا اون راهش روشن هستش، یعنی خب میتونه انتخابایی رو انجام بده و
در واقع کاری انجام بده که اشتغال زایی صورت بگیره. اما خب جمهوری اسلامی یک حکومت فاسد و دارای فساد سیستماتیک هستش و همونطور که در رابطه با طرح رزاق اشاره کردیم که میتونست یه طرح خیلی دوامدار و در واقع منفعتی برای مردم منطقه باشه، اما متاسفانه اون فساد اجازه نداد در واقع و اختلاس‌های بزرگی انجام شد. خب طبیعتاً ایجاد شغل پایدار، بازگشایی و قانونسازی تجارت مرزی، واگذاری فرصت‌های اقتصادی به مردم منطقه، مردم محلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در منطقه خب میتونه باعث در واقع حل این بحران بشه. اما الان جناب این مثلا به صورت کوتاه مدت، دراز مدت، بله ببینیم ما الان مشکلی که الان وجود داره، الان کاری که اصلا طی یک قرن گذشته در بلوچستان صورت نگرفته، جمهوری اسلامی هم به صورت تزایدی بر این معضلات افزوده. حالا ما بیایم اینگونه در نظر بگیریم. خب یه طرح بلند مدت میخواد که همین چیزایی که شما فرمودید، یعنی از ایجاد زیرساخت‌های مناسب که اصلا در مخیله اینا نیست، اصلا تو فکر این هم نیستن. شما الان مثلا همین توسعه سواحل مکران رو نگاه بکنید، یه توسعه جیب آقایونه دیگه، توسعه سواحل مکران توش نیست که مردم خوب دارن خونه‌های مردم رو دارن تخریب میکنن. مردم چابهار چه نفعی بردن؟ جناب شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید هم همین رو در هفته گذشته در چابهار عنوان کرد که آقا مردم چابهار چه سودی از اونجا بردن. من بحثم اینجاست، حالا اگر این در دراز مدت اینها سر عقلی بیان، خب این کارو میکنن که نمیکنن، شما میدونید انجام نمیدن، منم میدونم که انجام نمیدن، چرا که این درد رو همه ما لمس کردیم و میدونیم. حالا در کوتاه مدت آقا مثلا فرض کنید ما میخوایم ظرف 10 روز بیایم کاهش بدیم این خطر رو، خطر تصادفات رو، خطر مرگ و میر رو، خطر به قول معروف حالا این جاده ها رو، خطر این ترددهایی که داره صورت میگیره، این رو میخوایم کاهش بدیم تا اون سوخبر از نان و نوای خودش نیفته، نه کسی در مخاطره بیفته و به هر حال هر چیزی هست در یک شرایط فورس ماژوری انجام بگیره که چنین اتفاقاتی به وجود نیاد. شما دیدگاهی دارید در این رابطه یا نه؟ خب ببینید در طول 6 ماهی که مرز بسته شده، خب به سالهای قبل بر نمیگردیم، همین 6 ماهی که مرز بسته شده، گذر مرزی رودوک و گذرهای مرزی بلوچستان که توسط سپاه بسته شده به عنوان اینکه یک در واقع چاره اندیشی انجام بشه که در واقع این تصادفات جاده‌ای و مرگ و میرهایی که انجام میشه و تیراندازی‌ها، یعنی به صورت آزادانه سوختبران اقدام به سوختبری بکنن به صورت قانونی. اما خب این طرح چرا اجرایی نمیشه؟ به خاطر افرادی که در واقع پس زمینه این ماجرا قرار دارن و نمیخوان که در واقع مردم نانی به راحتی در واقع لقمه نانی رو به دست بیارن و افرادی پشت پرده وجود دارن که به خاطر منافع خودشون اجازه این کار رو نمیدن و وگرنه این طرح تانکیر سوخت میتونست در کنار اون طرح رزاقی که قرار بود جمهوری اسلامی و سپاه در مرزهای بلوچستان انجام بده میتونست پایدار باشه و این اتفاقات و این بحران ها الان وجود نداشته باشن. اما متاسفانه به خاطر افرادی که به خاطر منافع خودشون در واقع پشت پرده حضور دارن هرگز اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته و تنها راه حل در واقع این کار همون کمپین هایی هستش که به صورت قانونی در واقع به سوختبران اجازه داده بشه که این کار رو انجام بدن. اما متاسفانه در سالهای اخیر و در ماههای اخیر هیچ گونه در واقع نتیجه‌ای در بر نداشته و هیچ در واقع درصدی از اون کارهایی که میخواستن انجام بدن به نفع مردم نبوده و با این فساد و با این حکومتی که در واقع وجود داره هرگز به این در واقع نقطه هم نخواهیم رسید متاسفانه. بله بسیار سپاسگزارم. ببینید بینندگان عزیز، واقعا معضلی است که امروز مردم دارن لمسش میکنن. هزاران نفر از جوانان این مرز و بوم دارن به دلیل نبود همون فرصت‌های شغلی که داریم ازش حرف میزنیم به خاطر یک لقمه نان دارن با جون خودشون بازی میکنن. یعنی هر لحظه هر آن یک خطری اونها رو تهدید میکنه و همون خطری که اینها رو تهدید میکنه باعث ایجاد خطر برای دیگران هم شده.
اینها هیچ راه حلی ندارن، هیچ کاری ندارن. یک کلیپ هست، کلیپ رو با هم ببینیم و برگردیم در ادامه. بالا وقت نشد در مورد چابهار هم میخوایم صحبت بکنیم. کلیپ رو ببینیم برمیگردیم. امروز صبح یه ویدیو فرستادن از جعفر مهتابیان، بابای آتنای 4 ساله که اینجا تو این ماشین تو بغل مامانش ذره ذره آب شد و کباب شد. جعفر میگفت که اگه کاری از دستتون برمیاد و انجام ندید، اون دنیا باید یه روزی جواب منو بده. من گفتم من وحید ترکمانی که جعفر هم کلاسیم بوده، از من چی برمیاد؟ من که دستم جایی بند نیست. حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که پویش حق زندگی رو رها نکنم، اینقدر بچسبم به این پویش، اینقدر استوری بذارم که صدامون یه جایی برسه که دولت یه فکری بکنه به حال سوختکشا، سوختبرا که اینجوری 3 ماشین دارین میبینید کباب نشن. تو این منطقه فرصت کاری نیست، فرصت شغلی نیست. بیان کارخونه بزنن، بیان هر راهی، هر چاره‌ای، هر ایده‌ای که میدونن بیان انجام بدن که اینجوری جوانای ما از سر فقر نرن دنبال سوختکشی که چند خانواده دیگر رو هم داغدار بکنن. لطفاً به پویش حق زندگی بپیوندید، از هر کجا هستید، هر کسی که هستید، تا اینکه صدای ما به جایی برسه و بساط سوختکشی اجباری جمع بشه، جوانای ما سر کاری برن، شغلی داشته باشن و دیگه شاهد همچین صحنه‌های وحشتناکی نباشیم. بله، به هر حال جناب ارجمند، واقعا اگر نیت بر انجام کاری باشه واقعا کار شدنیه، بخصوص در رابطه با همین موزل. اگر قرار باشه این مشکل حل بشه، نه با زور، نه با سرکوب، نه با کشتن، نه با تعقیب و گریز که اینا خودش هر کدومش یک داستانی داره و هزاران خطر به وجود میاره. می اومدن آقا همین مرزها رو، گذرگاه ها رو می اومدن ساماندهی میکردن، همین سوختبران رو ساماندهی میکردن، اما منافعی که اینها از قبل این سوختبری خودشون میبرن، سوختی که برای این سوختبران تامین میشه از کجا میاد؟ دوستان عزیز بیاید فکر بکنید. وقتی هزاران لیتر در ساعت داره جابجا میشه، همین سوخت از کجا؟ بی سوختبران اینو از کجا تهیه میکنن؟ خب هم تهیه کنندگانشون خود اینها هستن، میان به سوختبر میدن، بعد از این بر سوختبر هم تعقیب و گریز میکنند و از بین میبرندش. سوختبر هم برای فرار از خطر میاد یه خطر دیگری رو برای یک شهروند بیگناه دیگری مثل این طفل خردسالی که میگن زنده در آتش سوخته به وجود میاره. اینها دردهایی که توی بلوچستان وجود داره که واقعا لعنت بر اون کسانی که دنبال منافع شخصی و فردی خودشونن و این گونه با خون انسانها، با جون انسانها، با جون جوانان و خانواده‌ها بازی میکنن و اجازه نمیدن که این مردم به یک آسودگی فراخاطری برسن.